امروز که ما از خواب بیدار شدیم، یکی دیگه برای همیشه زندگیش تموم شد. امروز که سلامتی برامون مهم نیست، یکی دیگه روزی 1000 بار دعا میکنه که ای کاش سالم بشه. امروز که ما از نعمت پیاده راه رفتن مینالیم و غر میزنیم، یکی دیگه برای همیشه نمیتونه راه بره. وقتی ما از غذای سفرمون ایراد میگیریم، یکی دیگه با یه تیکه نون خشک خالی روزشو میگذرونه. وقتی ما دنبال یه خونه بزرگتر هستیم، یکی دیگه هیچ سقفی بالای سرش نداره. خیلی وقت ما قدر چیزایی که داریم و نمیدونیم و فقط حسرت چیزهایی رو میخوریم که نداریم. وقتی از دست بدیم میفهمیم که روی اینا واقعا هیچ قیمتی نمیشه گذاشت. حسرت چی رو میخوردم؟ پس بیا به جای اینکه دائما شکایت کنی، یه لحظه نفس بکش، به خودت یادآوری کن همین حالا، همین لحظه تو صاحب چیزایی هستی که یه نفر برای داشتنشون داره دعا میکنه. شکرگزار باشیم که سالمیم. میشه نفس کشید بدون درد، میشه راه رفت بدون ترس از افتادن. گاهی وقتا زندگی اونقدر عادی میگذره که یادمون میره. همین عادی بودن خودش یه معجزه است. یه معجزه.